یه روز دستم بریده بود خیلی سال پیش. بعد این مدل چسب زخم زدنه به خودم گفتم اینجوری که زده بودم رو دستم گفتم این چقدر شبیه بغل کردنه. انگار این چسبه زخم منو بغل کرده. من باش چی کار کردم؟ یکی از بیرون اومده موقعی که من جراحت داشتم زخم منو بغل کرده. از همون لحظه نیم ساعت اول که این خونه بند اومد هی شروع کردم این چیه؟ این چیه؟ رفتم وضو بگیرم، ای بابا کاش که این نبود. رفتم غذا بخورم، گفتم بعد که یه ذره این کناراش هم نخکش شد و شروع کرد هی هم تهدیدش میکردم عوضت میکنم و یه نوترشو میزنم یه خوشگلترشو میزنم جاتا حواست باشه و اینها. آخرم با یه وضع کارش که تموم شد، یعنی کار من که با اون تموم شد، در یک حالت خیلی نادرست، یک حالت چندشگونه اینو گرفتم از گوشش انداختم. خیلی وقتا ما تو زندگی ها با عزیزامون، با دوست داشتنی هامون، با خوبامون، با مهربونامون، با اونایی که بدون چرت که انداختن به ما لطف و محبت میکنن، متاسفانه این کار رو میکنیم.